زمستان باید در سطح بلند گذرانه مسائل اجتماعی را بازسازی دیگر یگان مشکل ها باید باشد مثلا ذخیره کردن مواد غذایی را فراموش کردن در کار نیست. تشکیلات های ساختمانی راهبرهای تشکیلات های ساختمانی در اینجا حضور داریم. سرعت ساختمان را تیزانده نمانده کار اون چیزی که من اشاره کردم. یعنی ما طرز کار کنیم هر یک مکانیزاتور، راننده، ساختمانچی، اکسکاواتورچی، بولدوزریست، خب هر یک ساختمانچی حسی بلندی وطندوستی داشته داند که یک ساعت پیش یک روز پیشتر یک ماه پیشتر با کار انداختن یک اگریگات دیگر این با منفعت کل مردم تاجیکستان است. برای چی در رای دهی انتخاب پرزیدنت با مردم برابر خود بار دیگر اعتقاد کرده اخلاص کرده آواز برای راغون ما کارخانه‌های بزرگی صنعتی بنیاد کرده ایم. خب برای همین هم بینیتان من بعد انتخاب شدن سفر اولی من از اتاق کاری با کجا با شهر راغون با نیروگاه برق آبی راغون یعنی فعالیت 7 ساله کاری خود را من از راغون شروع کردم. اینا شما با اینا باید گیرید چون که راغون این حیات ممات آینده درخشان تاجیکستان با شما می رود. بی برق دولت رشد نمی کند. بی صنعت پیش نمی روید. صنعت بی انرژی نمیشه. اگر ما 24 ساعت گرافیک کرده شرایط کارگرها، مکانیزاتورها، راننده راهبرای شرکت ها دیگر مهیا کنیم بشاید کار میکنند. مردم ما کورش چپا میکنند. فهمونیم جمع کنیم فهمونیم میکنند. این چی نیست. این ثمراناک استفاده بردن ماده کن و دیگر صفت مسائل استفاده برای ساختمان صفت کارها برادر ما نیروگاه را برای خودمون کرده ایستادیم. مبادا در یگان جا یگان به صفتی می شود ما دیگران را فریب نمی کنیم خودمون را فریب می کنیم. اینا با این نوبت کنیم سفر بر کنیم باشین. من تابستان نصیب باشد خبر میگیرم با تابستان من اومده بعد یک روز دو روز استاده باز در اینجا با شما با ساختمانچی ها علایده صحبت میکنیم و ببینیم چراجوی نقشه چرابینی را کنیم. ما میبینیم من روبر دولت دائما یک سامانی که اکانوم شود من راغون در باید کرده ایستادم. بسیار ساختمان ها را من کردم راغون در روان کردم. ما جستجو میکنیم دریافت میکنیم میکابیم. اقتصادیات هم من فکر میکنم سال آینده رشد میکند اکشاف میآورد. فهمات ساختمان شد ها میتونه دو کنه.
канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.